چطورید؟ خب بچه‌ها من اومدم امروز روش گرفتن مارتین اودگارد بهتون بدم. بچه فقط آقا قبلش که فوش بارونمون کنید برای اونایی که نگرفتن. آقا این روش تضمینیه، مثلا شانس گرفتنتون خیلی میبره بالا. من که خودم الان گرفتمش، اینهاش سلطان الان گرفتم و امیدوارم همتون بتونید بگیرید با این روشی که بهتون یاد میدم. خب بس بریم که بهتون یاد میدم. خب آقا اول میایم اینجا، بعد میریم تو این. برو دیگه. خب آقا شما میایید اول ابتدا میایید توی آقا این پک لالیگا وایسی، دقیقا همینجا میایید اینجا. آقا من که الان 100 تومن خرج کردم. میایید رو پک ژول کنده ایناش میایید اینطوری میایید نگاه میکنی. آقا تا نصفه میایید تا اینجا میایید نگاه میکنی، بعد میری بیرون از تو کارتش. اینجا میای رو کارت داوید آلابا یه بار اینطوریش میکنی. اول میای اینطوری، واقعا داوید آلابا هم اینطوری و حالا میرید آقا بیرون. آقا من کردم بچه پولمو خرج کردم. اگه این بالا 3 کام نکنید آقا بچه ما آقا میاد اینا اینطوری آقا سه دسته براتون بزنم. آقا من که الان پول ندارم چی که واسم بتونه شدم، ولی آقا شما اینطوری میزنید. حالا میریم آقا پول نداریم. بچه ما آقا آروم رو گزینه همین 100 تا سکه فرق مثلا این اوکی ها یا مثلا این همون 100 تا سکه است. میایید آقا رو اینطوری دستتون نگه دارید. آقا دستتون رو ول میکنید، آروم میزنید رو گزینه کنسل. بعد آقا سری مثل فشنگ میایید بیرون، سری آقا میزنید روی این و میگیریدش. آقا فقط بچه این روش تضمینی شانستون رو میبره بالا. خب تا ویدیو دیگر بدرود.